چیه؟ گفت برزو. پدر داری؟ نه. رستم بدتر یه خورده رفت تو فکر. مادر داری؟ دارم. اما ببین اینجا میدون جنگه، جای کردار جای گفتار نیست. بگرد تا بگردیم. دست ها رفت برای نیزه. اما هم برزوی خورده ملاحظه میکنه هم رستم، هر دو بر ابروان خم افکندن، نیزه بر نیزه هم افکندن. هر دو را آتش از سنان میجست، هر چه این میگسست او میبست. شهر 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 از نیزه مرادی حاصل نشد. دست ها رفت به تیغ، شکستش خود از دست تیغ گران. یه وقت برزو دید یه چیزی صدا میکنه، قرق 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 قرق. برزو برگشت. میل شاهتور دارن میارن. اون میل شاهتوری که با یه زر گشست زد کتف سهراب خورد کرد. اون گرز دارن میارن. از این طرف به دستور کودرز گاوسر فریدون حرکت دادن. این دو گرز سنگین و خطرناک با هم روبرو شدن.